بعضی دردهای معده فریاد نمیزنند، آرام میآیند، اما اگر نادیده گرفته شوند خطرناک می شوند. گاستریت یعنی التهاب معده و یا به گفته عام عفونت معده. اما علائم شایع از این مریضی چی است؟ سوزش و یا درد ناحیه اپیگاستر و یا همون زیر قفسه سینه است. تهوع و نفخ شکم و یا باد بیش از حد شکم نیز یکی از علائم ها است و یا احساس سیری هم جزوی از علائم عفونت معده است. اما علل اصلی از مریضی مصرف مکرر دواهای مسکن و یا نانستروئید ها مثل دیکلوفیناک، کیترولک و یا بروفین. استرس طولانی مدت و عفونت توسط اچ پایلوری و یا هلیکوباکتر پایلوری. اشتباه رایجی که بیشتر کسا انجام میدهند عبارت از استفاده از آنتی اسید و یا کپسول معده است، همون PPI که تشخیص را به تعویق مندازه و تنها اسید معده را مانع میشه، اما علت اصلی تداوی نمیشه. گاستریت و یا عفونت معده اگر ادامه پیدا کند به چیزی تبدیل می شود که شبها از خواب بیدارت کند. در قسمت بعدی زخم معده و دردهایی که جدی اند بحث میکنیم.